سلام پسرای عزیزم، عزیزای دل خانوم. امروز اومدیم توی نشانه جدید درس بدیم. بچه قشنگم، تو شهرک الفبای ما که آ اول بود و آ غیر اول، به غیر آخر و به آخر، د میم غیر آخر و م آخر بود. اینا تو کجا زندگی میکردن؟ تو یک روستای خیلی خوشگل، توی روستای قشنگ زندگی میکردن. توی این روستا بچه‌ها گهگداری یک قطاری هم رد میشد، مسافراشو از این شهر میبرد به یه شهر دیگه. اما این قطاری که از اینجا رد میشد خیلی خوب بود، ولی یه اشکال کوچولو داشت. حالا چه اشکالی داشت؟ این اشکال داشت که بچه‌ها این خط راهن هیچ حفاظی نداشت. یعنی بچه‌ها میومدن و گاهی اوقات روی این خط راهن بازی میکردن. یه روزی از روزا که اهالی شهر اینجا توی اهالی روستا اونجا بودن، یه پسر بچه‌ای بود که بچه‌ها یه دونه سوت داشت. چی داشت؟ سوت. میرفت این برا میرفت اون برا سوت میزد، میرفت این برا میرفت اون برا سوت میزد. بچه‌ها میومد اوه، صدای سوتش چجوری بود؟ اوه. آره، میدوید این برا میدوید اون برا، هی سوت میزد. اهالی شهر میمدن گفتن که دوباره اون پسر اومد که داره سوت میزنه. هر وقت هر رد میشد اینا میدیدنش. بچه‌های قشنگم، و اینکه یه روز یه اتفاقی افتاد. چه اتفاقی؟ اهالی داشتن با هم دیگه صحبت میکردن. یعنی کیا؟ یعنی آ اول، آ غیر اول، د غیر آخر، به آخر، د م و م آخر. راستی یه نفر رو یادم رفته بود بگم، و اون کی بود؟ جناب س غیر آخر و س آخر. راست میگین، ا رو هم نگفتم، ا اول و ا غیر اول. اینا داشتن با هم دیگه حرف میزدن در مورد روستا که چیکار کنم چیکار نکنیم. بچه‌ها یه دفعه یه اتفاقی افتاد. یه دفعه دیدن که یک قطار داره از اون سمت با سرعت میاد. قطارها بچه‌ها خیلی با سرعت میاد. اما یه اتفاقی افتاد. دیدن یه بچه روش به طرف اهالیه و پشتش به طرف قطار رو داره روی ری بازی میکنه. اهالی گفتن وای خدا مرگم بده، اون قطار داره میاد، بچه رو ندید، بچه رو ندیده، ممکنه زیرش بکنه. هی گفتن آی بچه بیاییم، اما بچه نمیدید اینا رو درست که خیلی دور بودن. بچه رو پشتش بازی میکرد رو ری، همینجور نشسته بود داشت با توپش بازی میکرد. تا اینکه یه دفعه‌ای این پسر بچه‌مون که سود داشت اومد و چیکار کرد؟ یهو بلند سود زد. صدای سودش اینجوری بود اوه اوه. همینجوری که داشت سوت میزد یهو بچه برگشت و دید وای یه قطار پشتشه. پرید این طرف ری رو نجات پیدا کرد. آره صداش چی بود؟ چی؟ اهالی از خوشحالی پریدن بالا و پایین گفتن وای دست درد نکنه پسر خوب، چه کار مهمی کردی. بچه‌ها از اون به بعد چون این پسر بچه این صدای سوتش صدای او بود، از اون به بعد دیگه چی صداش کردن؟ بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، شکل سوت این پسر بچه چه شکلی بود؟ ببینید چقدر قشنگ بود. شکل سوتش اینجوری بود. شکل سوتش اینجوری بود نبود؟ نگاه کنید سوت منم همین شکلیه. حالا شبیهشه دیگه، قبول کنید. خب بچه‌ها پس هر وقت این پسر میومد جناب او اومد، بچه دیگه اسمشو گذاشتن او. بچه حالا چیزی بهتون بگم، وقتی که اینجوری وای میستاد آرتین، وقتی اینجوری وای میستاد نگاه کنید اینجوری وای میستاد، این اون پسره بود، اینم سوته توی دهنش بود.
قشنگ چی میشد؟ میشد او. وقتی که می اومد همه میگفتن کی اومد؟ او آمد. بچه ها وقتی که سوت دور گردنش بود میگفتن او آمد. وقتی هم که سوت توی گردنش نبود میگفتن چی؟ او. او غیر اول. بچه نگاه کنید 2 تا او داریم پسر قشنگم. ما 2 تا او داریم. یه دونه او که این شکلیه درست شد. این همین آقا پسرمونه که سوت دور گردنشه. وقتی میگیم او بود یا او آمد یا او خورد منظورمون چیه؟ این اوه. یعنی جناب آقایی که سوت دور گردنشه یعنی ایشون. اما اگه بچه ها بعضی وقتا سوتشو قرض میده چی کار میکنه؟ سوتشو قرض میده. مثلا نگاه کنین بچه ها سوتشو قرض میده این شکلی. اگه سوتشو بده به جناب ب چی میشه؟ ب با او چی میشه؟ بو میشه. بوی لذیذی میشه. شما میرین خونه وقتی بوی غذا میاد چی میگید؟ به چه بویی. خب بچه ها وقتی باده میاد چی میشه؟ باده بیاد دو میشه. بچه ها اگه من یه ده دیگه بذارم دو. آفرین. وقتی باده بیاد دو میشه دود میشه. لول میشه ها هوا میره. حالا بچه اگه به سه بدم چی میشه؟ سه با او چی میشه؟ سو میشه. این سو و اون سو میشه. دیگه چی؟ سوته. آره مثل سوت. آفرین. اگه ته بذارم چی میشه؟ سود. بچه ها نکنید بود. اگه ده بذارم میشه؟ بود. یک نفر پشت در بود. اینم که دود. آها بچه با مه چی میشه اگه گفتی؟ وقتی با مه بیاد مو میشه. مه با او چی میشه؟ مو میشه. خب بچه یه بار دیگه. سه تک و تنها بودش اومد با او دوست بشه. سه با او چی میشه؟ سو میشه. به تک و تنها بودش اومد با او دوست بشه. به با او چی میشه؟ بو میشه. ده تک و تنها بودش اومد با او دوست بشه. ده با او چی میشه؟ دو میشه. م تک و تنها بوده اومد با او دوست بشه. م که با او دوست بشه ببینم